جمشید اسمی است که قریب به همه شناس است و حتی برای نفرانی که از تاریخ و تمدن فارس و تاجیک دورند. جمشید یکی از بزرگترین قهرمان‌های اساطیری، افسانوی و نیمه تاریخی ملت تاجیک است. تمام اقوام آریایی و اولین پادشاه بزرگی آریایی ها شناخته شده است. پدری گوییم که دولت داری یا که سازنده دولت، اولین سازنده دولتی کلی مردم آریایی است. کلی مردم آریایی است. چونکه همون مرکزی مردم آریایی تولید زبانش، تولید دولتش، تولید مثلا گوییم که فرهنگ، یعنی همه چیزها، رام کردن حیوان ها و دیگر چیزها، یعنی از همین آسیای میانه شروع می شود که وطنی قدیمترین آریایی ها حساب می شود. و دوره اوستا را اگر ما گیریم، زردشت این پدر فرهنگی کلی آریو تبارا است. پدر فرهنگ است، یعنی مؤلف اوستا این اولین نفر آدم است که ما نسبت به زردشت خیلی بی‌اعتنایی میکنیم، لیکن عالمان غرب درباره زردشت بسیار سخنهای بلند گفتند. جمشید شاهی اسطوره‌ای، قهرمان آریایی ها و رمز پیروزی ملت ما می باشد که تا امروز از او با افتخار یاد میکنیم. جمشید هورچهره میگوید، میدانید که زمستان شدید به عالم می آید که همه مثلا از در زیر برف و برف اینقدر بلندی از کوه ها بلندتر می شود و زندگی خیلی مشکل می شود و شما برای نجات انسانیت از هر یک مثال نسل عالم نباتات و حیوانات را یک جفتی گیرید و در ور بسازید، یعنی خانه بسازید و در همین خانه ها جفتی همین ها را نگاه دارید تا بهبودی روزگار. سومین آدم است و حتی که سومین پیامبر گفتند. حالا هم میانی قوم های آریایی ایده با نام جشن جمشیدی تجلیل می گردد. پس این جمشید کی است؟ جمشید از سرچشمه های اساطیری نیمه افسانوی تا جایی که برمی آید سومین، به قول فارسیان قدیم سومین آدم است. جمشید شخصیت ناتکرار و بی‌نظیر تاریخی است که توانست کاخ تمدن ما مردم آریایی تبار را بنیان نهاد. یعنی جمشید اساسگذار علم و فرهنگ ما بود. اولین پدر معنویاتی آریایی ها جمشید بود. در کتاب های قدیم این یما پیسروی آهنگ یکی از سیماهای برجسته در اوستا متصور است. جمشید در اوستا با نامهای یمخشیتا، یم و یما یاد شده است. اسم جمشید را درخشان و تابنده معنی داد کردند. جمشید در اوستا با نام ایما و در ریگوید با نام یم و یمی. همین نام ها امروز مثال یمچون این نام یعنی قلعه جمشید گفتنی است. در اون طرف دریا باز مرکز اشکاشیم است، مرکز پیش از در بخش افغانستانش یمی نام دارد، یعنی خواهر جمشید. ببینید در اینجا کوه یمتل، دره ایمیچ،
همین قدر بسیار موندن. یعنی همین کوه هیمالای هم از کوه هیمالای که جمشید گرفته شده است. نامی جمشید داره هیمالای که هیمالای است. هیمالای است. حتی قلعه اورست جمبوله نام دارد، یعنی به نام جمشید است. قلعه اورست یعنی کوههای بلندترین. اخباری که درباره جمشید آمده است، اول در اوستا چنانه که با نام یما پسری و وهنگ آمده است، همچون پادشاه زیبای خوشرمه، یعنی که همین گونه تفسیر شده است. جمشید سیومین شاه از سلاله‌ی پیشدادیان است. درباره جمشید اصلا یکی از شاههای اسطوره‌ای حساب می شود، لیکن در هر یک اسطوره جوهری تاریخی هست. جوهری تاریخی است. مخصوصا درباره جمشید. قدیمیت این اسطوره جمشید اگر که ما بگیریم بسیار قدیم است. به دوره همون نوح درست می آید. جمشید به اهورامزد وعده داد که زمین را حفظ خواهد کرد. جمشید همه وقت در ادبیات من بعده ما، در تاریخ من بعده ما، همچون یک پادشاه عادل، همچون یک پادشاهی که نمونه بزرگی برای سلاطین بزرگی من بعده ما بود، برای حکمرانان بزرگی دیگر که هم از او پیروی میکردن، یا کسی که اگر حکومت بهتر داشت، حکمرانی بهتر داشت، وسعت بهتر داشت، او را میگفتن که فرض کردیم پادشاه جمشید جاه است، یا که جمشید گونه است، جمشید این تخت است و امثال این. یعنی که چنین نامی نیک خود را در تاریخ با آن همون عدالتی که داشت گذاشته است. نجات انسان از تمام زورآوری و خونریزی ها، نجات طبیعت، نجات تمام موجودات زنده، احترام به محیط زیست از افکار این جدی شرفمند ماست. جمشید در میان مردم به منزله افسانه و بعضی از محققین پورا او را افسانه دانستند، یا که اساطیر و امثال این. البته هیچ چیز به زمینه تاریخی به وجود نمی آید. خب در یک زمان حکمرانی بوده است، پادشاهی بوده است، یا که در ابتدای کار سروری بوده است که بعداً بر او همه چیز نصب شده است. اساطیر، افسانه، اغراق، هر چیزی که میگوید، وقتی که یک آدم خوب است بعداً درباره او افسانه ها گفته می شود و امثال این، و شخصیت او در داخل افسانه نابود می شود و او به افسانه مبدل می گردد. و اگر جمشید که پر افسانه است یا اساطیر محض است، هیچ وقت این قدر مردم در امتداد چندین هزار سال، چندین صد شاید میلیون نفر از مردمان آریایی با نام جمشید آمدند. چندین پادشاه‌های بزرگی قبل از اسلامی و حتی در دوره اسلامی بسیار پادشاه‌ها القاب لقب‌های جمشید را گرفتند و امثال این. یعنی که این از آن خبر می‌دهد که یک زمینه در ابتدای کار، یک زمینه تاریخی بوده است. باختر و همین تاجیکستان ما وطن پیدایش و تولید زبان آریایی، زبان قدیمی تاجیکی است و تولیدش هم در زمان این زبان امروزه که ما هم حرف میزنیم، زبان فارسی نو میگیم، این هم تولیدش همینجا است. جمشید اختراعات زیاد داشت. جمشید به تمام ساحه‌های حیات دقتی مخصوص میداد. جمشید، ورهای جمشید، نامهای جمشید، این نشانه آن است که ما اولین شاه میگوییم. اولین شاه است. اولین شاه است که مثال دنیا را به یک ترتیب معین در آورد و به جمشید دو چیز میدهد خداوند. اشترا این چوب دسته را که مملکت را اداره میکنند و سوه را میتید. نشانه این سوه را اصلا نگین حساب میشود، لیکن این مهر است، مهری دولت داری. یعنی همین دو چیزه اولین نفر است که این خداوند به همین آدم داد.
یعنی اولین شاه حساب می شود. دوره اولی حکومتش استحصال ابریشم، پشم و دوختن لباسهای گوناگون را به راه ماند. زمان جمشید را یک زمان بسیار پرشکوه تصویر کردند. زمانی که اولین مراتبه انسانیت را به دایره تمدن کشید، به فرهنگ و تمدن کشید. اولین مراتبه لباس آفریده شد، بافتن متاعها، ساختن افزارهای جنگی، بعض افزار و آلات مهنت و امثال این همه به زمان جمشید در اون دنیای قدیم نشان داده می شود. آمده است که حتی استعمال گوشت را نیز جمشید به مردم آموخته است. ترتیبی اداره نمودن دولت به وجود می آید. در زمان جمشید میگوییم که عرف و عادت ها با وجود می بیاید. نه عرف و عادت ها با نوروز میگن که این چیزی زمان جمشیدی است. خب سر لباس خونکی ها مجبور میکن سر لباس با وجود میان، مردم پیش اوریان بدن، یعنی میگشتن. یعنی یک ترتیب اخلاقی در جامعه، ترتیبی در زمان جمشید با وجود میاد موافق روایت. یعنی پراکندگی، مثلا گیم که خیلی در همین دوره زبان با وجود می بیاید. خوب گیریم که انا عرف عادت های مثال عائلوی با وجود می آیند. مثلا زمان جمشید رو میگوید که انا هر گونه هنرها با وجود می بیاند، یعنی بافتن، لباس پوشیدن، هنرمندی، مثال کلالی و زرگری و دیگر چیزها را همش به دوره جمشید نسبت می‌دهند. ساختن جامعه عادلانه و خیرتگرا از اندیشه های جاویدانه جمشید بود که امروز هم این اندیشه ها زنده اند. در تاریخ جمشید چی کارها را به او نسبت دادند؟ میگویند که وقتی که وی حکومت عادلانه را در جهان گسترد و عدل و داد به حد اعلا برد، آهسته آهسته تمامی روندی اجتماعیات مردم را تأمین کرد، از فرض کردیم لباس پوشی تا بافتن لباس ها، ساختمان کردن، اسلحه ساختن و امثال این، آهسته آهسته رفت تا به جشن ها رسید. یعنی که اجتماعیات مردم رو به بهبودی برد. موافق معلومات های کتابی مقدس اوستا، جمشید زیاده از 1000 سال حکمرانی کرده است. دولتداری ما موافق روایت، دولتداری ما از زمان جمشید شروع می شود و اداره نمودن دنیا رو به جمشید داد. زرتشت چی و اهورامزدا اداره نمودن دنیا را داده بود. در این مدت او همچون شاهی عدالت پرور زمینهای خود را وسیع کرده برای بنیاد شهرهای نو به نو زیبا پرداخته است. اما چنانه که گفتیم در دوره او وقتی که از حد زیاد راحت و تأمین شد، زندگی به اوج اعلا رفت و گفتن که همه در نمود به منزله شخص 15 ساله می نمودن. شاید از همین سبب باشد که در سرچشمه های تاریخی دوره حکمرانی او را دوران طلایی نام بردند. این شخصیت تاریخی است. جمشید کارهایی را انجام داد که به حیات و فعالیت مردم سبکی آورد. موافق اساطیری که در قدیم آمده است، وقتی که در قسمت‌هایی که آریایی ها در اول آنجا مسکن بودن، از خداوند برای او خبر میاد که زمستان خیلی قهرتون می شود. باید که از تمامی
نوع جانزاد از آدم تا جانوران و گیاهان همه را در یک جا پنهان باید کرد تا اینکه این زمستان قهرتون را اونو پس سر کرده توانند و او این کار را میکند و ایده از دانشمندان اینه به طوفان نوح که عیناً هم پیغمبری نوح چنین بود که گفتن که طوفان بزرگ می شود و باید که از هر نوع در کشتی داشته باشی. همچنان دیگر در اساطیر آریایی ها جمشید چنین است که وی از سرمای بزرگ باید که مردم را رها دهد و او یک پناهگاه بسیار بزرگ می سازد و تمام جانزادها را در اونجا گرد می آورد و موافق اخبار قدیم تقریبا 300 سال گویا که در اونجا اونها محفوظ می مانند. جمشید آدمان و حیوانات را از سردی سخت نجات داد. بعد از آنه که این خنکی پس سر می شود و اون خبرهای تاریخی که آریایی ها از شمال به قسمت های جنوب و شرق پهن می شوند، یعنی که به قسمت های به مملکت های گرمی می آیند، به اصطلاح دیگر به آریان ویج می آیند، ان همین دوره همین ها را گویا که جمشید می آورد. در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی جمشید همچون پسری طهمورث ابیره بزرگ اولین شاه کیومرث بود. جمشید اینه گوییم که پدر انسان ها حساب می شود. موافق معلومات فردوسی جمشید 700 سال حکومت کرده است. جمشید شخصی فرهنگی و فرهنگ دوست بوده است. اولین رام کنندگان حیوان ها هم مردم آریایی هستند، آریایی تبارا هستند، یعنی اولین کشاورزان مردم آریایی ها هستند، اولین سازنده شهر دهات مردم آریایی هستند. یعنی در آسیای مرکزی، نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در تمام نمی گوییم که غرب هم، مثال در روسیه هم همین نام ها حاضر نام های تاریخی قریب باقی ماندند که سازنده شهر دهات مردم های آریایی تبار بودند. جمشید مردم رو به یک چند گروه ها طبقه بندی کرد. کارهای خوبی که انجام داده است، گفتن که جمشید جامعه را به طبقه ها جدا کرد. طبقه عالمان و دینداران را یک جا جدا کرد، لشکریان را طبقه دوم ساخت، سوم هنرمندان را، کشاورزان را جدا کرد و چهارم هنرمندان را. و در وصیت‌نامه‌ای که در تاریخ‌ها نوشته شده است و وصیت‌نامه از نام جمشید برای تمام حکمرانان بعدی آریایی ها اعلام داشته شده است، در آنجا نشان داده شده است، بر پادشاهان بعدی تاکید داشته است که شما بر طبقه عالمان و دانشمندان همه وقت احتیاطکار باشید و تمام شرایط ها را برای اونها فراهم بیارید تا اینکه علم و معرفت را در جامعه منتشر سازند، تا اینکه جامعه را همه وقت در حالت تمدن و عرفان، یعنی که در حالت متمدنی نگه دارند. و طبقه دوم، طبقه سپاهیان را همه وقت تربیت کنید و تمام ناز و نیازی که اونها دارن، نیازهای اونها را برآورده گردانید که سبب آرامی مملکت و آرامی اهل جامعه همین سپاهیان هستند و هیچ چیز را از آنها دریغ نداره تا اینکه مملکت را همه وقت آرام نگه بدارند. و با کشاورزان گفتن چنان مناسبت کنید، شرایط های بزرگ فراهم بیارید تا اینکه آنها برای اهل مملکت تمامی از ساختن فرض کرده متاها، از پخته، لباس، لوبیا، هر یک چیزی که برای لباس امثال این است، خوردنی است و امثال این از درخت و دیگر که اینها همه را آماده میکنن، همه وقت از اینها پشتیبانی کنید. و همچنان به اهل هنرمندان، کاسبان و امثال اینها که اینها هم سبب آرامی گسترش مملکت هستند. و همه اینها در نصیحت‌نامه هایی که از نام جمشید منتشر شدن آمدند. جمشید در زمان عمر به سر برده بود که آریایی های هندو ایرانی حیاتی یک جای داشتند و آنها به دو گروه جدا نشده بودند. شاید از همین سبب باشد که نام جمشید در کتاب مقدس هندوها ویداها نیز ذکر شده است. جمشید
این با عقیده من یکی از شخصیت های تاریخی است که از بس که بسیار قدیم است با چی خیلی دربارش افسانه و روایت های بسیار هم که گفتن به طریق اسطوره تبدیل یافته است، لیکن همه جوهر تاریخی دارد. اسم جمشید در کتاب مقدس آریایی های هند وداها ذکر شده است. وطنی آریا تباران، وطنی فرهنگ، وطنی زبان قدیمی آریایی، این باختر است. جمشید عصرهای متعدد حکمرانی کرد و پس از این دعوای خدایی پیش آورد. در روضة الصفا چنین نوشته‌اند: خوب میگه در آسمان همه چیز را بسیار زیبا و خرم ساخت، تاس زیبایی خود را در تاس نیلگون انداخت، یعنی که در آسمان، و پیشانی از خاک عبودیت برداشته گردن به دعوی خداوندی برافراشت و به صورت خویش هیکل‌ها تراشیده به اطراف مملکت‌ها فرستاد و خلق را تکلیف نمود، مجبور نمود تا به پرستش صورت‌های او قیام نمایند. یعنی بینید با وسوسه‌ای که شیطان برای او ساخت، یعنی که اهریمن همه وقت در کمین بود تا اینکه بر قوه‌های نیکی آریایا همه وقت یک لطمت زند. همین قدر کارهای نیکی بزرگی که جمشید کرد و تمام محبوبیتش در قلب مردم جا گرفت، در تمام اهل مملکت، از طاعت و از دیو و جین و تا حیوانات و گیاها همه مهر و محبت در او بود. اما شیطان چی باید کرد که همین جمشید از مردم جدا کردن لازم بود؟ همین پیشنهاد کرد و همه مردم با پرستش او شروع کردن در ظاهر، اما باطن همه سیاه شده بود. و ضحاک بدترین حکمران بود، تمام مردم او را بد می‌دیدند. او پیشوا شد و گفت که شما از قفای من بیاید، من جمشید را از این مملکت نابود خواهم کرد. همون قدر نیکی هایی که جمشید کرده بود به سبب یک آنکه او خود را خداوند اعلان کرد، یعنی که اعتقاد مردم همه وقت در جماعت چی است؟ از تمام چیز بلندتر است، اعتقاد پرستش. برای همین به این اعتقاد دست زدن همه وقت به مرگ هر یک مملکتی آورده است، یا که به پریشان سازی ملت و مملکت ها آورده است. برای همین همون قدر ضحاک بد می‌دیدن، با وجود این مردم گرد آمدن به خاطر همین جمشید دوست داشته خود را از سر تخت نابود کردن، گرد آمدن و جمشید 100 سال متواری شد، گریزه شد به هر جانب. خلاصه او را یافتن و در میان مردم از میان اره کردند. همین طور مردم از او روی گردانیدند. از این فرصتی قلعه ضحاک نیز خیلی خوب استفاده کرد. دشمنی که او را از میان میبرد ضحاک ماران است. در گاتها آمده است که جمشید برای گناه‌های کرده‌اش مجازات می شود. نوابسته از قصه و روایت‌های گوناگون، جمشید متفکری بزرگ بود. ابرمردی عقل و اندیشه بود که گفته‌های او تا امروز شعاری هر یک شخصی آریایی است. همین تفسیری که در شاهنامه آمده است، مبارزه نیکی بر بدی، اهریمن بر اهورامزدا، این همه وقت یک بر دیگر در مبارزه است. ضحاک آمد همین مملکت بزرگ آباد جمشید گرفت، با مملکت ظلم و ظالمی تبدیل داد. اما بیند که باز کاوه آهنگر، باز قوه‌های نیکی گرد آمدن و او قوه بدی را از بین بردن. فهمیدن که به علت یک ناچیزی که یعنی که جمشید خود را چنان اعلان کردن، تمام معیشت یعنی که آبادی مملکت از بین رفته بود. برای همون او را از دویم باره به دست آوردن و این تاج و تخت جمشیدی به دست فریدون داده شد و همین با چنانی که ما میبینیم باز یک رشد و نموی دیگر برای دولتداری آریایی ها
در اونجا دیده می شود. جمشید در دوران نهایت قدیم حکومت کرد. پس از او قومی آریایی دهها ساختارهای دینی و مذهبی و سیاسی را از سر گذرانید، ولی او همچون یک شخصیت ناتکرار مقام و منزلت بزرگی را صاحب گردید. روضة الصفا یک نصیحتنامه از نام جمشید آمده است برای تمام حکمرانان من بعده که در تمام عالم اسلام فرض کردیم همین چی کرده میشد. اینجا در 2 مصرع آمده است که از تو گر انصاف آید در وجود، به که عمر در رکوع و در سجود. و این را برای تمام پادشاهان من بعده شعار اعلام داد که برای شما در نوبت اول عدل و انصاف است برای حکومت کردن، نه رکوع و سجود. این از نام جمشید در تاریخ روضة الصفا شعر ترتیب داده و نوشتند. واقعاً جمشید شخصیت محوری فرهنگ آریایی است که اسم او هنوزم در قلب تاریخ و تمدن ملت کهن بنیاد ما پرجلوه و درخشان است و نمیرنده و جاوید.